بختانه دولت‌هایی که گذشت چنین شخصیت‌ها را مطابق لیاقتشان، مطابق محبوبیتشان، مطابق درک و ایدال‌های سیاسیشان، فلسفه سیاسیشان کمتر احترام کردند، قدر شناسی نکردند. با کمال تأسف امیر بشیر شایسته هر وزارت بود، اما خودخواهی ها، انحصار طلبی ها، جاه طلبی ها در بین قوم تاجیک مانی جابجا شدن این مرد بزرگ شد و مثل از این صدها تا دیگر اینا نماندن که سر بالا کنن. ولی ببینید نتیجه چه، ببینید نتیجه را ببینید، محبوبیت را ببینید، نفوذ مردمی را ببینید. سبحان الله. ما در آخر از گرچه ارشاد جان بچه محبوبشان، بچه دانشمندشان این تشکرات میکنم، اما من اخلاقاً چون کمی ارتباط داشتم از تشریف آوری همه شما سپاسگزار هستم و خصوص از کارکرده های کمیته فرهنگی، از جناب آریان صاحب، از جناب گلنور بهمن، از جناب حیدری صاحب، از جناب عبدالله رسولی صاحب، از جناب تیمور جان همایون تیمور. اینا بخشی ارشاد بچه امیر صاحب اینا کار فرهنگی کردن. از بخش تشریفات و ارتباطات که اینا اونجا هست یک تعدادش چی در بین خواهرات چی در بین بچه ها بسیار خوب تنظیم کردن، بروشورا را بسیار خوب تنظیم کردن و چی را خوب تنظیم کردن، بنر را خوب تنظیم کردن، چندین بنر در محیط مسافریت که جای چاپ هم آدم کم بفهمه بسیار سخت است. اما تشکر میکنم از مسجد حضرت محمد مصطفی و ریشسفیداش و موسفیداش و کسایی که با امیر صاحب یک جان و ماز خواندن، دوست بودن، رفیق بودن، همکار بودن، صمیمی بودن، کمکیش کمک کرد. از تک تک شان سپاسگزار هستم و آرزومند هستم که سالگرد از این ما بسیار زنده و جاندار بگیریم. من اینجا یک حرف که متاسفانه کمتر گفته شد، هیچ گفته نشد، جای داره که من بگم که از شخص قاری فصیح دینی فطرت لوی درسته از طالبان سپاسگزار هستم که این تیاره را در خدمت خانواده بزرگ امیر بشیر قانت قرار داد. خدا خیرش بده.